بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. سلام علیکم. ناصرالدین شاه شبی وصال شیرازی رو احضار کرد و به وصال گفت من تمام شعرهای دیوان حافظ را خواندم، همه شعرهاشم متوجه شدم، اما جز یه بیت که یه بیتی از شعرهای حافظ رو من متوجه نشدم. تو رو احضار کردم که معنی این یک بیت شعر حافظ رو بگی. ناصرالدین شاه گفت اون یک بیت شعری که من متوجه نشدم اینه: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. میگه من تمام سعی و تلاشمو کردم، نفهمیدم. چرا؟ برای اینکه بلبل همه تلاش میکنه که به گل برسه، یعنی عاشق و معشوق و عابد و معبود و قاصد و مقصود بالاخره در مصرع اول شاعر میگه، بعد حالا که میرسه به مصرع دوم یعنی میگه همه اینا مقصود بلبل هست و که بلبل به خاطر رسیدن به گل این همه تلاش کرده و عاشق و معشوق همش به هر حال. حالا من نفهمیدم وقتی کسی به معشوقش میرسه، به عاشقش میرسه خوشحاله، اما چرا بلبل ناله و زاری میکنه؟ میگه بلبلی برگی گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. این یعنی چی؟ اینو من نفهمیدم. وصال شیرازی از ناصرالدین شاه مهلت میخواد و میگه که بذار من فکر کنم. بالاخره وصال شیرازی بر میگرده خانه و در این خصوص قصیده می سراید و این رو به عنوان جواب برای ناصرالدین شاه میارد و اونه که آقای وصال شیرازی شعر گفته اینه. در جواب ناصرالدین شاه نوشت خسروا در حالتی کن سینه غم بسیار داشت، یادم آمد داستانی کان جناب اظهار داشت. در خصوص شعر حافظ کان که پرسیدی ز من، بلبلی برگی گلی خوش رنگ در منقار داشت. وصال میگه نیمه شب غواص گشتم من به بحر ابجدی، تا ببینم این صدف چندین گهر در بار داشت. اینو میگه تا میرسه به معنای شعر که انشالله بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. موفق